سلام دوستان عزیز، یک جوان ایرانی آمده حمایت خود از مهاجرای افغانی در ایران اعلام کرده. ببینیم چی گفته. جامعه افغانستان داخل ایران، ببین جمهوری اسلامی خیلی خوب داره بازی میده، یه عده‌ای رو واقعا خیلی خوب داره بازی میده، میاد سر بزنگاه سالگرد مهسا هشتگایی رو ترند میکنه راجع به اینکه خشم و نفرت پراکنی انجام بده و تویی که نشستی واقعا فکر میکنی جمهوری اسلامی براش پشیزی ارزش داره که تو چی فکر میکنی نسبت به مسائل داخلی یا خارجی کشور؟ اون اگه میخواست کاری بکنه که تو الان کرده بود. و تویی که فکر میکنی مشکل تو جامعه افغانستان هستش کاملا در اشتباهی، به خاطر اینکه جامعه افغانستان جامعه مهاجری که شاید از بدیهی ترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست، یکی از ضعیف ترین قشرهای جامعه ایران هست. واقعا قشون کشی کردی رفتی با دوست عزیز راست میگه، به خاطر که مهاجرای افغانستان در ایران نه در دولت ایران کار داره، نه در کارهای سیاسی ایران کار داره، فقط امور سر کار خومه دیگه. یعنی بزرگترین کار از افغانی های در ایران دیگه. تانوز ما چیزی از افغانی ها در ایران نشنیدیم و ندیدیم که یک کاری کرده باشه که در ضد دولت ایران باشه. راست میگنش. چاقو و قمه و چوب. این ویدیوهایی که داره از اونجا میاد بیرون واقعا زننده است، واقعا شرم‌آور. اصلا مگه میشه جنبش زن زندگی آزادی مگه عدالت و برابری برای همه اقشار یه جامعه نیست؟ آخه چطور ممکنه ما همچین چیزی رو ببینیم و چشمامون رو ببندیم چیزی نگیم؟ چطور ممکنه این نجات پرستی رو ببینیم؟ جمهوری اسلامی بزرگترین مشکل ماست، دشمن همه ما جمهوری اسلامی. مگه همین جامعه افغانستان تو جنبش زن زندگی آزادی نیومد با ما تو خیابون؟ مگه کتک نخورد، شکنجه نشد، کشته نشد؟ ما که دیگه اینا رو میدونیم. چرا داریم به بیراهه میریم؟ چرا اجازه میدیم که با خب دوست عزیز راست میگه، به خاطری که می زمانی چی بود، تظاهرات بود، افغانی ها رفته به تظاهرات ها، تانوز زندانه چند خیلی لط خورد دیگه. به نمیفهم چی شد نشد، بعضی هایش خیلی زیاد می افغانی ها گرفتار شد در زندان ایران. الان تانوز زندانه، نمیفهم چی میشه آخرش. عواطف و احساسات ما بازی بشه؟ چرا خشممون رو جایی که باید نمیذاریم و میایم نفرت پراکنی میکنیم؟ خب دوست عزیز، اینم بود از جوان ایرانی که نظریات خود در مورد مهاجرای افغانستان گفته بود. شما نظریاتتان بنویسید، هر نظریه که دارید در مورد مهاجری افغانستان در ایران. تشکر یا جان، سپاس، خداحافظ.